بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه. گفتم که خدا مرا مرادی بفرست، طوفان زدم راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی، نذر گل نرگس صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفس های یاد خدا. سلام چشمای مشتاق و منتظر شما. الهی کالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، ایام به کامتون باشه. جمعه شما تا به اینجا به خوبی پشت سر گذاشته شده باشه، از این به بعد هم همینطور، به امید رسیدن اون جمعه وعده داده شده برای هممون که انشاءالله چشممون به رخسار دلارای یوسف زهرا مهدی موعود ارواحنا له الفدا روشن و منور بشه. با این امید و آرزو، ضمن اینکه حتما ملازمی فرمید ما همچنان محضر امامزاده موسی مبرق عزیز در شهر مقدس قم و 40 اختران هستیم، سلام و خیر مقدم عرض میکنم به استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین کفیل که بازم قدم به چشم من گذاشتن این جمعه. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم. علیکم و رحمت الله و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و بزرگوار. مخلص. خدا کنه انشاءالله سلامی که خدمت امام عصرمون میدیم تو زیارات متعدد بتونیم این جواب سلامشون رو جذب کنیم. الهیام عملا سلام ما به اهل بیت جواب داره. ما وقتی جامعه کبیره میخوانیم 250 از اهل بیت میگیم و چقدر سلام میکنیم. خب امام ترک واجب نمیکنیم، جواب سلام ادب اصلا امامن. جالبه و اذا حییتم به تحیت فحیوا باحسن منها. دیگه آدم به امام سلام کنه، سلامی که از ایشان میاد چه شود جواب سلام. واقعا هر چه سلام به هم دیگه میکنیم، این سلام ها رو تو نظام زندگیمون به امام هم داشته باشیم. یعنی اصلا تو شبانه روزمون دائما سلام رو داشته باشیم. سلام جواب داره و جواب سلام اون اثر خودش رو میگذاره، یعنی اون نورانیت رو بر آدم میاره، روشنی رو بر آدم میاره و این پیوند دائمی انسان رو با امام برقرار میکنه. آره، میشناسم کسایی رو که اولین کاری که میکنن صبح چشمشون رو باز میکنن. حالا ماها اول صبح چشمشون رو باز میکنیم، همسرمون، عزیزانمون، فرزندانمون، پدرمون، مادرمون، دور و برمون اینا که هستن سلام میکنیم، اما اونا وقتی چشمشون رو باز میکنن اولین کاری میکنن سلام به امام زمان میدن، به امام حی و حاضر و ناظر و رحم. ما حتی تو نماز هم داریم، قبل از اینکه نماز رو شروع کنیم، خب تو نماز نباید چیزی کم و زیاد کرد، اما خیلی خوب آدم قبل از نمازشم به روح نماز سلام بده. یعنی اصلا روح نماز امامه. قبل از این که الله اکبرشو بگه یه سلام به امام زمان بکنه، یه سلام به امام حسین بکنه. یعنی انصافا اینا به نظرتون میشه توی یکی دو دقیقه توضیح بدین، حالا علل حساب تو پرانتز، که چرا روح نماز امامه یا نه؟ خیلی کار عملا اصلا تجلی نماز امامه. اصلا همه نمازمون دوره دعا میشه. اهدنا الصراط المستقیم. و اهدنا الصراط المستقیم وجود نورانی مولا الموحدین میفرمان انا الصراط المستقیم. ای جان. و باز صراط الذین انعمت علیهم، نعمت ولایت. و ساره نماز ما اینه که خدای ما رو اهل بیتی قرار بده. یاد فرمایش از زهرا افتادم، مثل الامام مثل الکعبه. بله، یعنی اصلا هر چه آدم بخواد خدایی تر بشه، آدم انشاءالله تو زیارت عالی یاسین توفیق باشه اشاره انشاءالله. ما بعضیا تصورشون اینه مسیر امام با خدا دوتاست. یعنی فکر میکنن مثلا ما هرچی یا حسین میگیم در مقابل یا الله. میگن چرا اینقدر یا علی میگید، یا حسین میگید، یا مهدی بگید یا الله. میگه مثلا مسیر رسیدن به خدا همینه. یعنی ما قبل از نماز به طور طبیعی عبادتی است که تجلی توحیدیه،
اما تا این پیوند با امام نباشه نماز نمیشه. تا اون کسی که نماز واقعی رو تا عالم خوند، تا آل یاسین میگه و سلام علیک حین تهلل و تکبر تصلی و تقنط ترک و تسجد، او نمازه. ما به طور طبیعی باید این وجودی که همه وجودش عبادت بوده کمک بگیریم با سلاممون. سلامی که برای امام حسین میدیم، برای امام حسن میدیم، بر نبی خاتم فرقی نمیکنه، کلهم نور واحد. سلامی که میدیم کمک میگیریم که واقعا کمکمون کنید نماز بخونیم، کمکمون کنید توی نمازمون پیوند برقرار کنیم، اتصال برقرار کنیم انشاءالله. الهیام خدا کنه که این دعاهای قشنگ در حق هممون مستجاب بشه. هفته قبلم یاد کردیم از کسانی که 40 صبح دعای عهد میخونن و فرمودید که فقط هم مخصوصی نیست حالا یه بار 40 مرتبه این دعا رو خوندیم میگه بذاریم کنار. نه، خیلی ها این 40 رو تکرار میکردن. مثالش امام خمینی رو یادمون افتاد و دیگرانی رضوان الله علیه. آره. و حالا شروع کردین نکاتی رو راجع به دعای عهد فرمودین 8 مرتبه یا 8 به طور طبیعی اشاره کردم 8 گام زندگی مهدوی. گام زندگی مهدوی در دعای عهد هست و عملا بخوایم بچه‌هامون رو امام زمانی تربیت کنیم باید اشاره‌مون بود که از توحید شروع کنیم. تو توحید با بیان نعمت‌ها. ببینید ما هرچه از اول صبح نعم خدا رو بهتر کنیم فرزندمون از خدا دور نمیشه، خودمون فاصلمون کم میشه. ما یه مقداری تا یه مشکلی پیش میاد، تا یه مسئله رخ میاده، چون نعم رو توجه نکردیم به سرعت با خدا فاصله میگیریم. گاهی آدما با یه اتفاق میبرن. چرا؟ چون نعم حل نشده تو زندگی. برکات رو نمیدونیم، عنایات رو نمیدونیم. گاهی عنایت رو فقط ظاهری متوجه میشیم، گاهی توی موضوع استغاثه میکنیم فاصله میگیریم. و قص الهازا امام دارن یه گونه‌ای صحبت میکنن، به گونه‌ای صحبت میکنن که این خدا رو من کمی بشناسم، بفهمم همه چیم از خداست، از خدا جدا نشم. ما هم دیگه باید این کار رو بکنیم، دائما نعم رو برای بچه‌هامون بگیم. یعنی قصه شبمون نعم خدا باشه، گفتگومون تو زندگی نعم خدا باشه. مرد خونه وقتی یه مشکلی پیدا میکنه اینقدر داد نزنه، قور نزنه، گله نکنه، شکوه نکنه. خانم خونه وقتی دوچار یه مصیبتی میشه همه یه زمین و زمان رو به هم ندوزه. این اثر وضعی میگذاره. یه گام بیایم جلوتر. اگر توحید حل شد، امام صادق علیه السلام تو دعا اشاره به صفات امام میکنند. گام دوم تو زندگی مهدوی امام شناسیه. اللهم بلغ امام الهادی المهدی که قائم به امرم هستن. اول صفتی که برای حضرت حجت بیان میکنن وصف ولیه. ولی یعنی چه؟ ولی رو ابن فارس تو مقایس اللغه میگه از کتب لغته که الاصل فی الولایه القرب. میگه وقتی میگی فلانی ولی منه یعنی نزدیکترینه به توه. علامه طباطبایی تو المیزان میگن وقتی میگی فلانی ولی منه یعنی بین تو و او هیچ قاعده نیست، یعنی نزدیکترینه به توه. خیلی مهم، خیلی خیلی. بعد اگه ما این ولی رو بفهمیم، باز آیت الله جوادی کتابی دارن ولایت در قرآن، اونجا مفصل تو کل کتاب بحث ولی رو بحث کردن. ایشون فرمودن هم خدا ولی ماست، الله ولی الذین آمنوا، به ما نزدیکه. بعد ادامه میفرمان خوبان عالم هم اولیاء خدا. وقتی میگیم فلانی جزء اولیاء خداست یعنی بین او و خدا هیچ فاصله ای نیست. ایمان هم ما رو به هم نزدیک میکنه. المؤمنات بعض اولیاء بعض، یعنی چجوری خدا نزدیکه؟ ما به خدا نزدیک میشیم، ما هم هرچی ایمانمون بیشتر بشه به هم دیگه چی میشیم؟ نزدیکتر میشیم. یعنی دوتا مؤمن وقتی میگن ولی هم دیگن نمیگن دوست همن، نمیگن محب هم دیگه هستن، میگن ولی همن، یعنی بین این دوتا هیچ فاصله ای نیست، یکیه. وقتی ما اول صبح میگیم اللهم بلغ مولانا، یه موقعی کسی با آدم میگه بگیر بخواب تا خوابت نپریده به سرعت خوابتو ادامه بده. همون میگی دارم دعای عهد میخونم،
میگه عهد چیه؟ میگه دارم سلام میدم به اونی که نزدیک ترینه به منه. سلام میدم به اون کسی که بین من و او هیچ فاصله ای نیست. اول صبحمو میخوام با یاد او شروع کنم. این اگه بفهمیم دیگه اصلا عهدمون قطع نمیشه. جالبه وصف دومی برای حضرت حجت سلام الله علیه میگیم او امام منه. من یله نیستم، من برنامه دارم تو زندگیم. من روزامو که شروع میکنم میگم من امام دارم. من امام دارم یعنی چی دارم؟ یعنی راهبر دارم، یعنی رهبر دارم، یعنی پیشوا دارم، یعنی هر کاری خواستم بکنم امامم چی میگه؟ امام میگه بشین میشینم، پاشو میشینم، پا میشم. امام هر دستوری بگه من مأمومم، من عبدم به طور طبیعی نسبت به خدا. ما بعض وقت اینا رعایت نمی‌کنیم. میگیم آقا آزادیم، دلمون میخواد، زندگیمونه. ولی خدا تو قرآن قشنگ میگه یه گروه رو من مدیریت میکنم، الله ولی الذین آمنوا. چی کار میکنم؟ یخرجهم من الظلمات الی النور. نور مراد امامه. از همه ظلمات نجاتشون میدم، نورانیشون میکنم به نور امام. بعد خدا میگه ها اگه تو مدرسه من نیومدی فکر نکن آزادی ها. بگی من دلم میخواهد موسیقی مطرب گوش دهم، من دلم میخواد به این تصاویر نگاه کنم، من دوست دارم کار انجام بدم یا ندم، حالا به هر طریق. خدا میگه نه، تو مدرسه ما نیای اولیا هم طاغوت، میری تو مدرسه شیطان. خدا میگه ما اصلا 2 مدرسه تو عالم بیشتر نداریم، تازه یه مدرسهش بیراه هست. میگه کلاس من نیومدی آزاد نیستی، شاگرد من دی. اما اگه میگن انسان فاعل مختار آزاده، یعنی تو انتخاب مدرسه خدا و مدرسه شیطان. میتونی بیای تو مدرسه خدا، لا اکراه فی الدین، ما برات تبیین کردیم، قد تبین الرشد من الغی. میتونی هم نیای، اما نیومدی میل تو نیست. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. شیطان هم قدرت وحی داره. امام سجاد در دعای 25 صحیفه قشنگ میگن اجریته مجاری دمائنا، تو خون ما جاری شیطان. اسکنته صدورنا، خدای این شیطان رو تو سینه ما ساکن کردی. پس او هم جایگاهی داره تو عالم. ببینید ما اگر وصل به امام نباشیم، اگر مأموم نباشیم، اگر واقعا این فاصله رو کم نکنیم، بین نبریم، به همون نسبت غرق در ظلمت و تاریکی و انواع اقسام یخرجونهم من النور. حالا همین دارم از همین از نتیجهش اینه. حالا اشاره که فرمودید، عملا انسان مأموم امام نباشد مأموم خودش نیست، مأموم شیطان است. اینجا رو نگه داریم، جمله کلیدی رو یه ذره راجعش فکر بکنیم، برگردیم ادامه. اشکال نداره. در خدمت. زنده باشیم، در خدمت شما این افتخار بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عملا انسان اگر مأموم امام نباشد مأموم خودش هم نیست، مأموم شیطانه. این آخرین جمله تأمل برانگیزی بود که من شما از استاد کفیل عزیز شنیدیم. اینا ذیل مفاهیم دعای پرفضیلت و گرانسنگ عهد هست که دارن میفرمایند، استفاده میکنیم. اختیار دارید، خود ما هم بهره میبریم. ببینید ما واقعا یه واژه‌ای که تو جامعه خیلی داریم توسعه میدیم، کلمه آزادیه. ما در نظام تکوین آزادیم، اما در نظام تشریع نه. یعنی خدا ما رو فاعل مختار قرار داده. ما ملک نیستیم، ما از ملائکه بالاتریم، چون اختیار میکنیم، میتونیم بندگی کنیم، میتونیم نکنیم. خب اگه ما دقت کنیم ببینیم عملا تو نظام زندگی بنده این مأموم امامیم. اثر وضعیش چی میشه؟ دعای عهد میگه تو امام رو انتخاب کن، اثرش رشده، اثرش پیشرفته. من یه جمله رو به بینندگان بگم، واقعش اینه که هیچ عاشقی اجازه آزادی به معشوقش نمیده. هیچ عاشقی اجازه آزادی به معشوقش نمیده. آدم هرچه دیگری رو دوست داشته باشه بهش برنامه میده.
من بخوام مثال بزنم فقط و سریع رد بشم که بتونیم بیشتر دعا رو ترجمه کنیم. ببینید ما بچه که به دنیا میاد این دلش میخواد تاتی تاتی، حالا تاتی تاتی میره انشاءالله آدم ببینه بچه ها رو، این حالت بچه ها این الان مثلا این استکان آب جوش باشه، این بچه میاد بریزه رو دست خودش، ما میذاریم بریزه؟ نه. خب الان وقتی مادر این بچه رو بغل میکنه این بچه چیکار میکنه؟ چنگ میزنه، بله. جیغ میزنه، میگه من میخواستم این کارو بکنم تو نذار، تو مانع آزادی من شد. شاید داداش این بچه در بیاد بگه مامان ولش کن، تجربه کنه، 2 بار که ریخت بار سوم نمیریزه. میگه مامان اگه من آزادش بذارم، بزرگ شد گله میکنه میگه من نفهمیدم شما چرا بغلم نکردی، من میخواستم خودم از پله بیندازم شما چرا جلومو نکردی. الان یه نقصی تو بدن من، دستم مثلا اثرش مونده تو بزرگی، چشمم نابینا شده، گوشم، دست و پام اینا، اگه شما ما آزاد کردین اینجوری نمیشده. همین بچه بزرگتر میشه ما جبران مدرسهش میفرستیم. چرا؟ دلم نمیخواد برم مدرسه، دلم نمیخواد درس بخونم. یه کمی فهمیده تر میشه خودش میاد برای دانشگاهش کلی پول میده، با آزادی خودش مقابله میکنه. اونی که میره دانشگاه آزاده؟ اونی که کار آزاده؟ ما 30 سال خودمون اسیر شرکت و ادارات میکنیم. چرا؟ 7 صبح برو، 5 صبح برو، 6 صبح برو تا 4 بعد از ظهر، چون بهمون عیدی میدن، حقوق میدن، سنوات میدن، نمیدونم زندگیمون میچرخه، اشکالی هم نداره. ما تو دنیا داریم 70 سال با آزادی خودمون چیکار میکنیم؟ مقابله میکنیم. چرا؟ چون اگه ساعت 10 رفتم توی اداره، 12 برگشتم به اخراجم میکنن. ما تو نظام زندگی آمدیم قانون رو پذیرفتیم چون اثر قانون رو میدونیم. ما تو نظام زندگی میگیم موجود قوانین قوانین قوانین. کی قانون رو وضع کرده؟ کی چراغ قرمز رو گذاشته؟ کی راهنمای رانندگی رو تعریف کرده؟ کی قوانین آموزشی تعریف کرده؟ اونی که عالم تر بوده. خدا اومده یه قوانین رو گذاشته، یه امامی هم گذاشته، گفته این امام داره قانون رو بر تو میگه. خب بگو چشم. نه من دلم نمیخواد حجاب داشته باشم، من دوست دارم بی حجاب باشم، من دوست دارم اینجوری بیام تو خیابون. میگن تو نیستی، شیطانه، نفس اماره است، او داره بهت میگه فقط حواست باشه. شاگرد خدا نیستی، اومدی شاگرد کی شدی؟ بیا امام رو انتخاب کن، بگو من درسم از امام یاد میگیرم. من الان سخته برام، بله دوست دارم آب جوش بریزم، دوست دارم این کار انجام بدم، اما مخالف میلم عمل میکنم، چی گیرم میاد؟ خدا میگه طوری نیست، کمی با این آزادیت مقابله کن، با نفست مقابله کن، من برات جبران میکنم. کی؟ به زمان خودش. تو زمان خودش. الهیان خیلی ممنونم آقای کفیل عزیز، دست شما درد نکنه. برچه جلوتر میریم واقعا به این درک میرسیم که چقدر دعاهای ما، حالا الان دعاهای مهدوی رو داریم، دعای عهد رو داریم بررسی کنیم، چقدر پرمضمونن، چقدر بابت هر واژه، هر فراز، حالا تازه شما داریم مراعات وقت و اینها رو میکنین خیلی مختصر، ولی چقدر آدم میتونه درس واقعا زندگی بگیره. عملا ادعیه